سلام رفقا. قبول کنیم یا نه، پوشاپ پادشاه تمرینات با وزن بدنه. همه جا میشه زدش و تو رو از یه آدم معمولی تبدیل میکنه به کسی که واقعاً قویه. اما یا واقعاً هر روز 100 تا پوشاپ زدن میتونه یک آدم رو متحول کنه؟ من تصمیم گرفتم اینو برای 30 روز امتحان کنم و ببینم آیا این چالش افسانه‌ای واقعاً کار میکنه یا نه. اگه دنبال یه تغییر باور نکردنی تو سینه، بازو و ذهنت هستی، تا آخر این ویدیو با من باش. بیا ببینیم بدن تناور بعد از 30 روز چی از آب در اومد. روز اول شروع کردم. هدف 100 تا بود. آسون به نظر می اومد؟ اصلاً اینطور نبود. مجبور شدم 100 تا رو تو 10 ست 10 تایی تقسیم کنم و بین هر ست نفس بگیرم. فردا صبح همه چیز درد می کرد. سینه‌ام، سرشونه‌هام، حتی شکمم. این اولین هفته شک و تردید بود. هر روز حس می کردم دیگه نمیتونم ادامه بدم. اینجاست که 99% مردم جا میزنن. راز بقا در هفته اول، فقط فرم رو حفظ کن. کیفیت رو فدای تعداد نکن. کم کم عضلاتت دارن به این حجم کار عادت میکنن. ولی هفته دوم یهو همه چیز عوض شد. اون درد وحشتناک اولیه رفت و به جاش حس یه پمپ دائمی اومد. عضلات سینم شروع کردن به بیدار شدن. حالا دیگه میتونستم 100 تا رو توی 6-7 ست تموم کنم. اینجا نقطه عطف چالشه. بدن دیگه مقاومت نمیکنه، بلکه داره درخواست میکنه. فرم پوشاپام بهتر شد و تونستم روی قسمت‌هایی که ضعیف‌تر بودن مثل سرشانه و پشت بازو بیشتر تمرکز کنم. مهمترین چیزی که توی این چالش متوجه شدم قدرت ذهنه. این چالش دیگه فقط فیزیکی نبود، یه تمرین روحی بود. وقتی هر روز 100 تا پوشاپ رو تموم میکنی، یه حس موفقیت کوچیک داری که روی بقیه کارات هم تأثیر میذاره. تو حس میکنی که میتونی هر کاری رو تموم کنی. تمرکزم بهتر شد، انگیزه بیشتری برای رژیم غذایی داشتم و خوابم عمیق‌تر شد. پوشاپ فقط سینه رو نمیسازه، شخصیت رو میسازه. حالا که دیگه 100 تا برامون آسون شده بود، وقتش بود که کمی تنوع بدیم. اگه همیشه یک نوع پوشاپ بزنی، بدنت متوقف میشه. برای همین شروع کردم به تغییر دادن. پوشاپ‌های الماسی برای پشت بازو و مرکز سینه. پوشاپ‌های وریز برای تمرکز روی عضلات کناری سینه. پوشاپ‌های انفجاری برای افزایش قدرت و توان. این تنوع نه تنها از توقف رشد جلوگیری کرد، بلکه باعث شد 100 تکرار چالش برانگیز باقی بمونه و تمام زوایای سینم رو درگیر کنه. خب، روز 30 بالاخره رسید. نتیجه باور نکردنی بود. تغییر فیزیکی. سینم خیلی پرتر شده بود، پشت بازوهام کاملا تفکیک شده بودن و سرشانه‌هام شکل بهتری گرفته بودن. از همه مهمتر استقامت عضلانیم بی‌نهایت شده بود. تغییر ذهنی. قوی ترین درس اینه که ثبات همیشه بر شدت غلبه میکنه. این کارو در خونه بدون هیچ وسیله‌ای انجام دادم. آیا باید این چالش رو انجام بدی؟ بله، اما نه هر روز. تو میتونی این چالش رو 3 تا 4 بار در هفته انجام بدی تا بدنت فرصت ریکاوری داشته باشه و حجم عضله بیشتری بسازه. 100 پوش آپ یه ماهه یه رژیم عالی برای قدرتمند شدن بود. اگه دنبال یه شروع طوفانی هستی، حتما اینو امتحان کن. حالا نوبت توئه. آیا تو این چالش رو شروع میکنی؟ نظرتو کامنت کن. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا با تناور قوی ترین باشی.